فعالیت میکنند در نزدیوار گلمرد سعدالله از شهر دوشنبه، خورشید ددبویف خوجند زوهالتوش در بازی امروزه به طور زایل است. روشن صدیرов دروازه‌بان تحت الکس، رقم 20 کمال محمد، رقم 4 نوروز بوبویف، جان خولماتов کاپیتان و رقم 11 محسن عبدالغفورов سرمربی نشده است. اگر به موقع دست متوجه شویم، بعد از استقلال کل مرکزی ورزش ارتش در زینه دوم قرار گرفته است که پیش از بازی سوپرجام صورت گرفت و این دو البته خب ضربه کنجی با اشتراک بازیگران تیم ارتش و حساب کشوده می شود. تماشاگران عزیز، در دقیقه 18 رقابت به طور تکرار رو میبینیم. پرتاب انجام شد و اینجا فوتبالبازان دسته کوکتوش خوب بازی کردن نتوانستند و به نظر از این بازی بسیار وابستگی کلان دارد و امکاناتی بسیار خوب. پنالتی، بله پنالتی اینجا در توپ گیرد و ضربه زند. او واقعا کار خود را کرد، توپ را از دروازه‌بان دور کرد و دروازه‌بان بعداً اجازه میدهد برای زدن ضربه 11 مترم. فایسیدین سفارов ضربه او و دروازه‌بان کوکتوش این ضربه رو برمیگرداند. بیننده عزیز، بسیار دومادانی حمله هست. کامران ابراهیمов، پرتاب و کواسی محسن عبدالغفورов. ضربه محسن ولی روز با دستی دروازه‌بان بلون جرارد. پرتاب با جریمه‌گاه دسته کوکتوش، فرصت برای بازیگران ارتش و گل. یا نه اینجا توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شده است. من گمان کردم پرتاب ابراهیمov امکانیت برای دسته ارتش ضربه زده می شود. حالا عبدالولیف ولی ارتش عبدالله شریفов. حالا پرتاب جریمه‌گاه امکانیت گلزنی برای کلوب مرکزی ورزش ارتش عادیلov. پس خوب جولیوس کواسی ضربه او روشن صدیرов ولی این دفعه نمیتواند دروازه‌بان کوکتوش ضربه جولیوس کواسی رو برگرداند میشود. و اینک امروز بازیگران ارتش گل‌های 9 و 10 خود را در موسم امسالی چمپیونات تاجیکستان به هدف رساندند. اندکی دفاعگران دسته کوکتوش فارغ بازی کردند وگرنه ببینید مراتبه دوم میتوانستند اون موقع جولیوس کواسی رو اشغال کنند و با او امکانیت ضربه زنی عبدالله شریفov. شراز شریفov حالا ادامه حمله بازیگران ارتش جولیوس کواسی ولی اجرا میکنند. پرتاب او جانبی دروازه، فرصت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. در همه موقع غیر از یک بازیگر اساسی باز یک بازیگر دیگر هم هست. ادامه حمله دسته ارتش و ضربه اسرائیل خولف. ارتش به توجه میکنیم حبیبов پس به اسرائیل خولف. فرصت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش جانبی شریفov و استور میدهد و شاگردانش. ادامه حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش کامران میرزاخان ولی اینجا دروازه‌بان هم موقعیت رو از دست داد و توپ رو گرفت و رفشن با کوکتوش. 6 دقیقه علاوه شد بیننده عزیز با 5 دقیقه معذرت با وقت اساسی رقابت. امکانیت برای فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش و روشن ورزش ارتش بختیار عظیمov. پس بسیار خوبی او ولی دروازه‌بان این وضعیت خولی بود اما پس جانبی او دیرتر انجام شد. ژانگاتن امکانیت برای دولتov و گل. حساب 3-0 رستم دولتov. اینک 5 بازی می شود که شاگردان شمسین قاسمov گل سر نمیدهند با دروازه خود. خب ببینید چگونه حرکت های رستم دولتov خوب بود. ژانگاتن هم که خلال وارد کرد ولی به هر صورت او توانست در دقیقه 95 رقابت موفق شود با زدن گل و همینطور بازی به انجام میرسد. بیننده عزیز، میانی دسته های کلوب مرکزی کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 0-3 با فایده دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش و تمامی طرفداران این دسته را با این پیروزی تبریک میکنیم و البته گزارش خود را در همین جا به انجام میرسونیم. صحتمند و پیروز باشید.